ادیسون در خاطراتش می‌نویسه یه روزی خانم مدیرمون که مدیر مدرسه‌مون بود یه یادداشتی به من داد. ادیسون میگه یادداشتش بخون. تو خاطراتش نوشته یه روزی تو مدرسه بودم، خانم مدیر مدرسه به من یادداشتی داد، تو پاکت گذاشت، گفت ادیسون اینو ببر به مامانت بده. ادیسون سر نامه رو باز نکنید، بهش نگاه نکنید، این نامه مال مامانته. ادیسون بچه بود، حرف مدیر رو گوش داد، نامه رو برد به مامانش داد، ولی کنجکاو شد. بچه های کوچه خیلی کنجکاوند. کنجکاویشون رو ارج بنهیم، تو دهنشون نزنیم اگر پرسشگر بودن. شاید یک سوال 100 بار پسر و دختر کوچکمون تکرار بکنه، بابا این چیه؟ بابا این چیه؟ بابا این چیه؟ ادیسون نامه رو برداشت رفت خونه، به مامانش گفت مادر امروز خانم مدیر یک نامه داده که من به شما تقدیم میکنم. مادر نامه رو گرفت، وقتی نامه رو باز کرد نوشته بود سرکار خانم فلانی مادر ادیسون، بیا بچت ادیسون رو از مدرسه ما ببر، این کودنه، هیچی حالش نیست، درس یاد نمیگیره، جا اشغال کرده، پرستیژ و کلاس مدرسه ما رو پایین آورده، بیا ببرش تا جا باز بشه برای یک دانش آموز دیگه با استعداد. مادرها الگو. شاید خیلی از ما افراطی های مسلمان بگن ادیسون کافر بوده، داره تعریف یک کافر داره میکنه. مسلمان بودن و کافر بودن و خوب بودن و شاکر بودن و اینا که کار من و تو نیست که بخوایم قضاوت بکنیم، کار خودشه. ما وظیفه‌مون انجام بدیم. علم مذهب نداره، دانش مذهب نداره، تحقیق و پژوهش مذهب نداره، انسانیت مذهبش، زیبایی مذهب نداره، مذهبش جهانیه، بین المللی است. تو وقتی یه نقاشی زیبا میکشید این مذهبش زیباییه دیگه. این گل زیباست، چون مجبوره که زیبا بشه، خدا زیبا خلقش کرده. هیچ کسی نمیتونه بگه این گل زیبا نیست. ادیسون کنجکاو شد، گفت مادر خانم مدیر چیزی نوشته بود درباره من؟ مادر فهیم و عاقل و دوراندیش دستی به سر پسرش ادیسون کشید، گفت نه پسرم، خانم مدیر نوشته، بله نوشته درباره تو نوشته، ببخشید، بله پسرم درباره تو نوشته. گفت مادر چه نوشته خانم مدیر درباره من؟ گفت خانم مدیر نوشته سرکار خانم فلانی مادر ادیسون، بیا پسر تو از مدرسه ما ببر که این مدرسه ما در حد استعداد و هوش و نبوغ پسر تو نیست. پسر تو خیلی بالاتر از این مدرسه است و حضورش تو مدرسه ما مانع رشدش میشه. ببر مدرسه فلانی که مخصوص تیزهوشانه. و نامه رو نشون پسرش نداد. خانم مدیر میگه بیا ببر که این کودن جا اشغال کرده. مادر فهیم و عاقل میگه پسرم خانم مدیر گفته بیا پسرت ببر اون مدرسه بزرگ اونجا جای پسر توست، اون بهترین مدرسه است. این مدرسه براش کوچکه، این برای استعدادهای متوسط به پایینه. ایام و روزگار سپری شد تا ادیسون شد.
مخترع شد، بزرگ شد، مشهور شد. یه روز در کتابخانه‌اش نشسته بود، مادرش از دنیا رفته بود. تو لابلای کتاباش میگشت، یک دفعه تو شکاف دیوار بین قفسه هاش، بین کتابهاش، یک پاکت نامه کهنه قدیمی دید، جلب توجهش کرد. دست کرد کتابش رو رها کرد، دست کرد اون پاکت نامه رو از تو اون شیار و شکاف دیوار در آورد، باز کرد. وقتی نامه رو خوند، اما نامه‌ای بود که در سن کودکی خانم مدیر دستش داده بود که به مادرش بده. این پسر تو کودنه، بیا از اینجا ببرش جا اشغال کرده. رخید سرخون گریه کرد. به احترام مادرش بلند شد. مادرش رفته، از دنیا رفته. گفت مادر، تو قهرمان زندگی منید، تو زندگی منو ساختید. ادیسون نشد مگر با تشویق و ترغیب و حمایت مادری چون شیرزنی مثل تو. ادای احترام کرد به مادرش. ما اگه بچه‌مون نمره 25 صدا از 20 کمتر گرفت میزنیم تو دهنش. ای کودن، ای نفهم. خدا هیچ کس کودن خلق نکرده. تو هیچ یاد نمیگیری، تو چرا کم آوردی؟ تا چه برسه که بچه ما 10 بگیره؟ شاید توی شرایطی 10 گرفته. « 99% استعدادها متوسط به بالاست، 1% متوسط به پایین. عزیزمون دیگه نزدیکتر بیاد، دیگه تو دهنم هم نیست تا نمیشه که یه سیر برگرفتگی هم داره وقتی که زیاد لبم بذارم اینجا. ولی خب میگه صداد ندارم. خواهرم به تو دارم میگم، تو مادری. پدرم تو حامی هستید، حامی اون مادر. یه لطیفه بگم. یه روزی شخصی به اسم یحیی ابن یحیی اللیثی الاندلسی، اسپانیای امروز، اندلس امروز، یه نوجوانی این همه راه آمد در اون زمان به مدینه تا به محضر امام مالک رحمت الله علیه برسه و در حلقه علم امام مالک شرکت بکنه. یکی از شاگردای خوب بود. محمد ابن ادریس شافعی هم یکی از شاگردای امام مالک. یه روز امام مالک متوجه شد که شاگردا یکی بعد از دیگری حلقه درس رو دارن تخلیه میکنن، یه واشکی میرن بیرون خارج از مسجد. چند نفر نرفتن. یکیشون یحیی ابن یحیی اللیثی الاندلسی بود، یحیی پسر یحیی لیثی. امام مالک درسش رو متوقف کرد، صدا زد پسرم یحیی ابن یحیی، تا نزدیک بیا جلو.
گفت پسرم یحیی این همکلاسی ها کجا رفتن؟ یکی بعد از دیگری رفتن بیرون. گفت یا شیخ میگن که در مدینه فیل آوردن، اینا رفتن تماشای فیل. جدی؟ فیل آوردن؟ گفت پسرم یحیی تو دوست نداشتی بری فیل رو تماشا بکنید مثل همکلاسی ها؟ گفت یا شیخ انت فیلی، تو فیل منی. یحیی شاگرده به شیخ مالک استادش میگه یا شیخ انت فیلی، تو فیل منی، من برای تماشای تو آمدم. گفت پسرم چی گفتید؟ یه بار دیگه بگو بیا نزدیکتر. آمد نزدیک، زانو به زانو چسبون، دستش گذاشت رو رانش. گفت یه بار دیگه بگو پسرم. گفت یا شیخ انت فیلی، تو فیل منی، من برای تماشای تو آمدم، فیل جای دیگه پیدا میشه. گفت پسرم از اینجا بلند نشو، همینجا جای توست. امام مالک خیلی خوشحال شد و خوشش آمد، هم از ادبش، هم از نظمش، هم از توجهش و حضور ذهنش و هم از وجاهت عقلش و فکرش و پختگیش. هر چی تو حافظه و چنته داشت امام مالک منتقل کرد به یحیی و همین یحیی در زمان خودش امام زمان خودش. میدونی پشت این یحیی ها چه کسانی هستند؟ پدر و مادر خود، وگرنه بچه تو این سن دوست داره تماشا بکنه.